به نام خداوندی بخشنده مهربان. السلام علیکم گل دختران، السلام علیکم گل پسران. من فرزانه هستم و امروز با شما عزیزان در برنامه پرواز اندیشه هستیم. امروز میخوام از شما عزیزان یک سوال پرسم. شما جواب آن را میدانید؟ سوال من این است: آیا میدانید کدام جانور هم بالای درخت و هم در زیر زمین لانه میسازد؟ جواب این را میدانید؟ نمیدانید؟ پس همراه من بیایید و خوب به حرفهایم گوش کنید. جواب سوال ما سنجاب است. حالا بیایید کمی درباره سنجاب ها صحبت کنیم. سنجاب ها در جنگل و باغ ها زندگی می کنند. آنها دم های زیبا و پشمالو دارند. سنجاب از پنجه های پیش خود برای گرفتن غذا استفاده می کند. بچه سنجاب ها هنگامی که تازه متولد شدند به اندازه یک انگشت ما هستند. آنها موقع تولد مو و دندان هم ندارند. دوستان خوبم، سنجاب ها 4 مغز، فندق، بلوط و جواری میخورند. سنجاب لانه خود را در زیر زمین و یا بر بالای درخت میسازد. شما دوستان خوب من، یک وقت سنجاب های کوچک و زیبا را اذیت نکنید، زیرا آنها اگر اذیت شوند میگزند. زاغ، مار، چوغ و گربه دشمن سنجاب ها هستند. سنجاب ها خاینده نیمه اهلی هستند و وزن یک سنجاب بالغ حدود 700 گرم و قد آن تقریبا 32 سانتی متر است. سنجاب ها حیوانات زیبایی هستند و دم آنان معمولاً 30 سانتی متر است. آنها در منطقه های وسیعی از زیستگاه های دنیا از جنگل های استوایی تا بیابان های نیمه خشک پیدا می شوند. دوستان خوب و مهربان، دانستنی های امروزی ما به پایان رسید. امیدوارم از این برنامه به خوبی استفاده کنید. عزیزان رادیو مهر، تا دانستنی های دیگر، خدا یار و نگهدارتان باشد.